رایان جان، یه سری دیتیلایی قرار شد درباره ایر بی ام بی بگیم که خیلیا نمیدونن، شاید دوچار یه سری ابهامی بابت ایر بی ام بی بشن که آیا واقعا سود داره، دردسراش چقدر هست و خلاصه دیتیلش رو با هم پیش ببریم. ببین قضیه قبلا خیلی ساده تر بود و بعد اومدن خب یه ذره رگولیتد ترش کردن و قانون و قوانین براش بیشتر گذاشتن. الان برای ایر بی ام بی شما از سیتی تورنتو وقتی تو شهر تورنتوین، حالا شهرهای دیگه نه ولی داخل شهر تورنتو، شما از شهرداری یا از سیتی آف تورنتو مجوز شورت ترم رنتال نیاز دارید که اینو باید به قولی براش اپلای بکنید. هزینه رجیستریشن سالانه فکر کنم چیزی حدود 360 دلار پرداخت بکنید و این لایسنس رو بگیرید. برای چه فاکتورایی داره اون؟ برای گرفتن لایسنس یه سری شرایط باید داشته باشین دیگه. بالای 18 سال باشین، اونجایی که میخواین به قولی شورت ترم رنتال بکنین پرایمری رزیدنت خودتون باشه. شما اینوستمنت پراپرتی یا به قولی پراپرتی دومتون رو نمیتونید بکنین ایر بی ام بی. ولی داستانی که داره که خب طبیعتا اینا از شما میخوان که بتونید یوتیلیتی بیل نشون بدین و آیدیتون یا اون حالا درایور لایسنستون آدرس اونجا باشه و به عنوان پرایمری رزیدنستون باشه که خب خیلی ها میتونن این کار رو انجام بدن. از اون لحاظ مشکلی نیستش. ببین الان یعنی من اگه یه خونه‌ای داشته باشم یه جای دیگه، میتونم بازم یه خونه بخرم و اینو به عنوان ایر بی ام بی استفاده بکنم؟ خب تیوی که داستان همینه دیگه. یعنی داستان اینه که شما اگه یه خونه دیگه داشته باشین و اونجا پرایمری رزیدنستون باشه، این مورد دومو نمیتونین ایر بی ام بی بکنید. دلیلی هم که اینا این کارو کردن به خاطر کنترل قیمت‌های اصلا بحث اجاره بود. چون اگه اینجوری باشه همه آدما میان واردشون رو شورت ترم رنتال میکنن و بازار اجاره به هم میریزه. بخاطر اینکه خونه لانگ ترم تو مارکت کم میشه، اونایی هم که خونه‌شون رو لانگ ترم برای اجاره میذارن قیمتا رو بالا میدن. برای همین بازار اجاره به هم میخوره. ولی الان راه حلی داره پس این قضیه؟ راه حل داره، راههای رسیدن به خدا زیاده دیگه. ولی میگم توی یه ویدیو نمیگنجه، ولی کارهایی هست که بشه کرد که اون پراپرتی به خودی خودش یعنی بتونه رجیستر بشه و شما به عنوان به قولی یه مثل بیزنس ادارهش بکنی. چرا که نه؟ یعنی تحت عنوان شرکت بیاد یا همچین حالتی. شما خونه رو نمیتونی منتقل بکنی. میگم این بحثه میره کلا یه سمت دیگه. خونه رو نمیتونید منتقل بکنید زیر اسم یه شرکتی، چون بعد دیگه اون میشه دارایی‌های یه شرکت. خونه به اسم شماست، زیر اسم شماست، مورگجش به اسم شماست. ولی یه کمپانی پراپرتی منیجمنتی میتونه یا یه کمپانی میتونه بیاد این پراپرتی رو از شما اجاره بکنه و بعد اون کمپانی اجازه اینو داشته باشه که این خونه رو به قولی به صورت ایر بی ام بی اجاره بده. دیتیل داره این داستان. میگم باید کیس بای کیس متفاوته و شرایط آدما فرق میکنه. یعنی میشه ممکنه برای یه خانواده جواب بده، برای خانواده جواب نده. اینا رو باید تو اون میتینگی که ما با کلاینت میذاریم به قولی مشخص بکنیم. خب ببین پس تو این مثال منی که یه خونه دارم، مثلا یه خونه دارم تو ریچموند هیل، خب پس در حالت عادی نمیتونم بیام یه خونه بگیرم تو داونتاون یا تو یورکویل و اینو بذارم تو ایر بی ام بی. توی سیتی آف تورنتو اجازه رو به شما برای شورت ترم رنتال نمیدن. میگن آقا اگه خونه پرایمری رزیدنس خودته، شما الان تو یورکویل اومدی کاندو خریدی، خونه پرایمری خودت، یعنی خودت اینجا داری زندگی میکنی، تا سقف 180 روز یا مدت 6 ماه شما میتونی اینجا رو به صورت شورت ترم اجاره بدی. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه مثلا میری ایران، میای این خونت خالیه، فرنیشش میکنی، میری اجاره. ولی اینکه بخوای بیای خونه بخری و بیای پرایمری رزیدنس خودت هم نباشه و به قولی به قصد در واقع اصلا این داستان بیای، آره جلوشو میگیرم. دقیقاً. خب پس اوکی. بعد تعداد روز هم 180 روزه، یعنی 6 ماه باید لایسنس براش بگیرین. بیشتر از 28 روز کانسیکیوتیو یعنی بک تو بک نمیشه خونه رو اجاره داد. بیشتر از 28 روز. آره. کمتر از 28 روز باید باشه. و یه سری حالا چیزهای دیگه و هزینه‌های دیگه هم هست. شما مثلا روی پلتفرم‌های مثل ایر بی ام بی که میذارین، خود پلتفرم‌های هزینه شما رو چارج میکنن. شهرداری تورنتو یه پول زوری رو به عنوان به قولی MAT یا میونیسیپال اکامودیشن تکس میاد از شما میگیره که قبلا حالا 6% بود، امسال شکر خدا کردنش 8.5%، یعنی کم که نمیشه زیاد میشه. که شما اگه زیر 25 روز خونه‌تون به صورت شورت ترم دارین اجاره میدین، این مبلغه رو باید لحاظ بکنین. یعنی مثال میگم، به قولی میرافض میاد خونه میگیره، 25 روزشو داره به صورت شورت ترم اجاره داده. از این 25 روز شما لتس سی که
مثلا بگم عدد روند میخوام بگم $10,000 پول در آورد. اوکی. رو این $10,000 شما باید 8.5% به سیتی تورنتو بدی که حالا اینو به صورت کوارترلی فایل میکنی و دقیقا مثل فایل کردن تکسه که باید بهشون بدی و بعد رکورد کیپینگ بکنی، همه این به قولی اطلاعات نگه داشته بشه، چون این اطلاعات رو اینا میتونن از به قولی مثل کمپانی مثل ایر بی ام بی بگیرن که شما پراپرتی چند روز تو ماه اجاره رفته. خب این 8.5% از نتت دیگه، از خالصت، از در واقع گروست میشه. یعنی شما یه $10,000 گروست داشتی، حالا هزینه‌هایی که مثل به قولی خود ایر بی ام بی این هزینه‌های شما کلینینگ داری. اگه برای کسایی که نمیتونن خودشون منیج بکنن باید بیان پراپرتی منیجمنت هایر بکنن. پراپرتی منیجمنت معمولا یه درصدی شارژ میکنه شما رو. همه این هزینه ها که کم میشه شما بالاخره میرسی به اون عدد نتی که از این کار درآمد داری. حالا هزینه‌های خود پراپرتی هم هست، یعنی شما پراپرتی خریدی روش مورگیج داری، به اضافه اینکه پراپرتی تکس داری، مینتیننس فی داری، یوتیلیتی داری و همه اینا رو که کم می‌کنی، معمولا اگه ایر بی ام بی لوکیشنش لوکیشن خوبی باشه، بحث اصلا سر این بود که من چرا یورکویل رو انتخاب کردم، دارم اینجا رو به قولی توصیه می‌کنم یا روش مانور میدم، جایی که کشش عددی داشته باشه و بتونی شما عدد بیشتر شارژ بکنی و پول بیشتری از این کار در بیاری که بعد از پی کردن همه هزینه‌هاتو به قولی همه این مخارجی که برات داره، عدد باقی مونده یا اون به قولی نت اینکامی که این قضیه برات میذاره، یا حالا ما به اصطلاحش میگیم پوزیتیو کش فلوی که برات داره، بیشتر بشه. اوکی. خب تو ویدیوهای یورکویل اشاره کردی که چرا یورکویل برای این قضیه مناسبه یا چرا مثلا داونتاون مناسبه. به نظرم اون یه بار دیگه اونم بگو اینجا. ما اول این ویدیو هم گفتیم خیلیا مشکلشون با بحث مخصوصا الان به قولی خریدن کاندو به عنوان اینوستمنت اینه که آقا ما یک کاندویی بخریم بخوایم اجارهش بدیم، اجاره ها خیلی پایین‌تر از به قولی هزینه‌های نگهداری اون واحده. یعنی مورگیج 2 خورده یه مثال $1,000 هم مینتیننس و پراپرتی تکس و چیزای دیگه داری، برای خودت 3.5 $4,000 یه واحدی داره میفته و شما ماکسیمم میتونی $2,500 اجاره بدی. این میشه که آدما رو میارن به سمت شورت ترم. حالا چرا یورکویل؟ لوکیشن یورکویل به دلیل اینکه هم از لحاظ اریایی گرونه، خودت مغازه ها رو دیدی، همه برندهای لوکس نمیدونم بلور پیانا، بالنسیاگا، شنل، گوچی، همه اینجا مغازه دارن. ساختمونایی که اینجا هست، آدمایی که اینجا زندگی میکنن، قیمتا بالاست، درآمدا بالاه. بهترین هتلایی که تو تورنتو هستن، الان مثلا هیزنتون هتل رو با هم دیگه دیدیم، فور سیزن هتل اینجاست. این هتل‌ها عددی که اینا شب به ازای مثلا توی حالا آف سیزن نه ولی به قولی توی پیک شارژ میکنن، یه میبینی مثلا شبی $500 $600 برای بیسیک ترین یونیت ها شما باید به خاطر برای هتل پول بدید. یعنی یه کسی که مثلا میگم 3 شب میاد میخواد تورنتو بمونه، یهو $1,500 فقط پول هتلش میشه. طبیعیه که شما اگه مثلا توی این ساختمون به قولی 155 یورکویل که با هم دیگه دیدیم یه واحد به قولی یه خوابه، یه واحد استودیویی داشته باشی که مثلا شبی $300 اجارهش بدی که 3 شبش بیفته برای طرف $1,000، منطقیه. بخاطر اینکه شما این کامپتیشن های هتل‌هاست، جایی که این هتل‌ها نیستن، کامپتیشن‌ها نیستن و عدد رقم پایینه، اونی برنده است که حالا عدد پایین‌تر می‌ذاری که خب طبیعتا هر چی عدد پایین‌تر بذاری سودت کمتره. یه جایی میرسی می‌بینی داری کارم می‌کنی، وقتم می‌ذاری، چون منیج کردن این داستان هم ساده نیست. شما وقتی خودت انجام بدی، حداقل این کاری که باید بکنی، هر وقت که یه مهمونی میاد و میره، شما اضافت نیاز داره، باید یه سری چیزا رعایت بشه، عوض کردن بالش‌ها، عوض کردن نمیدونم به قولی رخت خواب و میدونی دستمال توالت، چیزای مختلف، جارو بکش، خود اینا هزینه داره دیگه، غیر هزینه. برای همین میگم یه کاریه که باید خیلی با دقت انجام بشه و واقعا بشه یه بیزنس بهش نگاه کرد و خودتونم به نظرم باید توش اکتیو باشین و وقت بذارین. یعنی اگه بخواید صرفا یه جایی اجاره بکنید، برید یه کمپانی براتون به صورت شورت ترم به قولی ایر بی ام بی اینا انجام بده، بیشتر پروفیتتون رو این کمپانی‌های مختلف میخورن. شما خودتون خیلی یه جورایی فقط داری حمالی می‌کنی وسط، برای فقط میدوی نهایتش یر به یر میشه. هرچند بگم یر به یر شدنم بهتره ها، یعنی از اینکه شما خونه‌تو لانگ ترم گاهن اجاره بدی و بعد درگیر تننت بشی و بعد تننت بیاد اجاره نده، بلند نشه فلان، خب خیلی بهتره و بعد تازه یه پولی هم داری عجیب میذاری. پولی هم عجیب میذاری. اینجا حداقل سر به سر میشه و تو نهایتاً اگه خونه رو خریدی تو پروسش هستی، خونه رو صاحب میشی. آره. و حالا ایکویتی هم داری روش میسازی. یه سوالی که به ذهنم رسید این که
به نظر جام جهانی چقدر روی این قضیه تاثیر داره؟ چون من یه خبرایی شنیدم که احتمالاً این قضیه رو راحت تر کنن، چون احتمالش هست که به مشکل بخوره، 100%. مثل قطر که خیلی واقعا داستان آره داشتن پیش اومد. واسه یادمه. سکونت کسایی که میان بازی‌ها رو میبینن. ببین جام جهانی هم که خب یه جمع و یه به قولی یه اینفلاکسی از آدما میان تو شهر رو به قولی به صورت موقت، حالا میتونم بگم جمعیت شهر میره زیاده. خب این اسکان دادن آدم‌ها طبیعتاً اینا باید قوانین رو آسان‌تر بکنن دیگه. یعنی من فکر می‌کنم یه بازی زمانی به قولی جام جهانی این قوانین یه ذره راحت‌تر بشه و به این سفت و سختی نباشه. ولی از لحاظ قیمتی طبیعتاً جاهایی که نزدیک ورزشگاهان اونا اول میرن بالا، ولی به صورت کلی کل شهر میتونم بگم که اثر این داستان یعنی حس میشه توش که به قولی قیمت ها میره بالاتر طبیعتاً دیگه برای مدت زمانی. اوکی. داریم بخوری هم میشیم. داریم بخوری میشیم. شخص کناریمون آره چی میگن گل نام محمدی. خیلی خندیدیم بدونین که داستان اینه. خب هر کیم رد میشه یه نگاهی تو دوربین رو میکنه ببینه چه خبره. ببین یه سوال دیگه این که خب حالا خارج از تورنتو چی؟ یعنی مثلا خارج از شهر تورنتو آیا یهو این قوانین کم میشه، اون 180 روز، اون 8.5% اون سختگیری لایسنس؟ بیرون تورنتو الان این قوانین اونقدر نیستش. یعنی الان برای سیتی آف تورنتو که ما این داستانا رو داریم، جاهای خارج از شهر مثل حالا اون داستانای تکس رو به قولی اینا رو دارین شما بالاخره وقتی درآمدی دارین کسب می‌کنین به عنوان بعد از پرداخت کردن همه هزینه‌هاتون اگه نت اینکامی داشته باشین اون نت اینکام میاد به درآمد اون سالتون اضافه میشه که باز اونم میگن چی راههای رسیدن به خدا زیاده به صورت قانونی ها نه به صورت جور دیگه. ولی میگم بیشتر الان این داستان توی تورنتوئه که سختگیری داره میشه، چون یه بار بیشتر کاندو هم داونتاون دیگه و بیشتر مثلا ایر بی ام بی هم داونتاون. یعنی شما کمتر اگه درصدی بخوام من عدد دقیقش رو نمیدونم ولی فکر میکنم درصدی بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم شاید 90% میتونیم بگیم از بیشتر شورت ترم و ایر بی ام بی ها سمت پایین و داونتاونن. یه بخش 10%ش میشه جاهای دیگه که حالا هر کسی میتونه حالا بیسمنت خونه‌شو بیاد طبیعتاً بکنه به قولی به صورت شورت ترم و اجاره بده، ولی خب درصد کمتری از مارکتمون تا اوکی. آره. خب در خدمتم. مرسی. متشکرم. چیز دیگه ای فکر می‌کنی خودت مونده باشه که بخوام دربارش صحبت؟ در مورد شورت ترم رنتال میگم اینکه با کی مشورت میکنین و اون شخص اصلا هم یه دید خوبی یه دید کافی نسبت به اون اریا داشته باشه، به اضافه اینکه قوانین رو بلد باشه خیلی مهمه. یعنی صرف اینکه یه جایی رو بخریم حالا ببینیم چه اتفاقی میفته و بخوایم اجاره بدیم و اینا خیلی مخصوصا تو این وضعیت فعلی اقتصاد کانادا که همه آدم‌ها یه جورایی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتن، پیچک تو پیچک دارن زندگی میکنن. خیلی‌ها واقعا نمیتونن افورد بکنن که مثلا شما فکر کن اومدی کاندو خریدی یه پولی سیو کردی یا به هر نحوی حالا یه پولی داشتی میخوای یه سرمایه‌گذاری انجام بدی دیگه نمیتونی افورد کنی که بیای حالا یه چیزی هم بخری اشتباهی هم بکنی بخوای ماهانه از جیبت هم پول بذاری و آزمون خطا کنی تازه آزمون خطا نداریم. یعنی شاید یه بازه زمانی همین کانادا میشد اون کارو کرد ولی الان این اتفاق یعنی بیفته واقعا ممکنه کل وضعیت مالی و اقتصادی خانواده رو عوض بکنه. برای همین فکر میکنم با اینکه با کی مشورت میکنی خیلی مهمه اینکه اون شخص به اون اریا تسلط داشته باشه. من چیزی تو فارسی هم میگیم آقا همه کاره هیچ کاره. من فکر میکنم یه سری جاها من خودم خب توی محله اونجا خیلی اکتیوم ولی زیاد چون تو کامیونیتی ما ممکنه بعضی وقتا طرفدار نداشته باشه ما خیلی تبلیغ ازش نمی‌کنیم. ولی من خودم تو این سالهای اخیر سعی کردم تقریبا حالا این اریای به قولی بگیم میتاون و داونتاون یه جایی مثل به قولی یورکویل رو حداقل سعی کنم بیشتر یاد بگیرم، یه ذره اطلاعات بیشتر داشته باشم، چون طبیعتاً یادگیری همه مناطق و این که تو همه مناطق ما اکسپرت باشیم سخته. آره. اصلا نشدنیه واقعا. نمیشه. شما نمیتونی همه محلات رو کامل بلد باشی. فرق میکنه با کسی که اینجا زندگی میکنه خودش میدونی هر روز داره اینجا رفت آمد میکنه با کسی که مثلا هفته یه بار ممکنه بخواد بیاد اینجا. این دو تا آدم اطلاعاتشون با هم 100% متفاوته. برای همین با اینکه با چه کسی مشورت میکنین خیلی مهمه. اوکی مرسی. قربونت برم آقا، مرسی که اومدید. شکری. قربونت برم. فعلا.